بله. جناب شمسی، من خواستم به دنبال صحبت‌های شما پیروی مسائل رو مطرح کنم که شاید بتونید شما کمک بکنید. یکی که اولا تاریخچه نهادهای سیاسی و یا مدنی غیر فقاعی توی کانادا، یکی پیشنهاد راهکار یکم یادگیریه که چرا ما نتونستیم از جریان‌های موفق مدنی تو جهان یاد بگیریم که بتونیم به جریان فقاعی غیر مذهبی برای حکومت خارج کشور لازم نیست و یا موضوعی رو که خودتون بهتر میتونید دنبال شد. من اول بگم که این مشکل نهادسازی فقط به جامعه ایرانی مربوط نمیشه. تو ایرانی در کانادا اولا به نظر من اکثریت جوامع مهاجر چه در کانادا و چه در کشورهای دیگه اونطوری که باید نمیتونن این نهادهای مدنی و سیاسی رو پیش ببرن که خیلی هم ساده هست، چون که اینقدر با خود مهاجرت مشکل به وجود میاره که رسیدگی به این و به خصوص این مهاجرین همشون با مسائل مشترک وجود نداره که بتونن نهاد درست بکنن. یکیش هم همین خود کل جهان رو نگاه بکنیم. اگه نگاه بکنیم عنوان امروز میتونیم از کل جهان به عنوان یک کامیونیتی بزرگ و میبینیم در چه وضعی قرار گرفته و با اینکه تمام علم و قدرت و هر چی که میگیم در اختیار داریم نمیتونیم به این یه سازمان بدیم و میبینیم که از نظر تاریخچه‌ای یا نگاه بکنیم یک سیاست ایدئولوژی آزاد وجود داشت و یه سیاست ایدئولوژی خاص و دیدیم تمام اون جوامعی که روی یه ایدئولوژی خاص حرکت میکردن نتونستن موفق بشن، ولی این فقط اونهایی که از طریق آزاد عمل میکردن تونستن این عنان جهان رو در دست بگیرن، چون که اصلا مدیریت نداره، یعنی میسپرن به فرد، به گروه، هر کی که قوی تره میتونه دوام بیاره. من برای اینکه بهتر بتونیم حسش بکنیم میارم به دو نهاد. یکی همین نهاد گفت و شنید که 3مین سالشو داره طی میکنه و 21مین جلسشه و توی کامیونیتی ایرانی تکه و با اینکه به عنوان الگویی هستش، ولی ندیدیم که این فرهنگ گفتگو مثلا در بین بقیه در گروه ها و طرز فکرهای مختلف جا بیفته که اونها هم بخوان مثلا یه نهادی همچین چیزی را بندازن. بعد مقایسه میکنم با گفتگو کنگره ایرانیان که همین دو هفته پیش انجام شد. میگم ببینیم ما الان اینجا مرامنامه‌ای نخوندیم، هیچی هم نگفتیم، تا آخرش هم میبینیم 3 سال هم نشون دادیم که هیچ وقت زد و خورد و فوش و اینجا انجام نمیشه. هر کسی هم که بخواد حرف بزنه تقریبا هر چقدر میخواد میتونه حرف بزنه به راجع به هر موضوعی که میخواد حرف بزنه. در صورتی یه جلسه دیگه هستش که ICC را میندازه، سالن پر میشه، 70-80 نفر میان تو و از مجبورن یه مرامنامه بخونن و از اول تا آخرش هم با هم دیگه میجنگن. حالا خود این نهاد گفت و شنید چرا نتونسته اونطوری که باید جای خودشو در جامعه پیدا بکنه؟ یا نهادی مثل کنگره که جنبه عمومی‌تری داره و نشون داده که اعتبار داره و وقتی یه دونه جلسه گفتگو میذاره 70-80 نفر میان، چرا اون نتونسته؟ اصل قضیه اینه که ما هنوز از نظر انسانی آگاهانه عمل نمی‌کنیم. آگاهانه علم نیست. آگاهانه زمانیه که شما هستی و میدونی هستی، یعنی تمام حرکت‌های زندگی چه حرف میزنی چه میخوری آگاهانه است و به طرف یک خط خاص میره، یه ویژن خاص داره. تقریبا میشه گفتش که اکثر نهادهای کل جهان این ویژن رو ندارن، یعنی حتی دنیای آزاد نمیدونه به کدوم طرف پیش میره و برای همین هم رسیده به یه جایی که الان نمیدونه چجوری پیش ببره و رشدش رشد خیلی طبیعی بوده، ولی رسیده به زمان اون قوانینی که خارج از خواست خود بشره، یعنی دوران دموکراسی به اون سبکی که وجود داشت به پایان رسیده. حالا کاری که من به نظر خودم برای اینکه هر نهادی موفق بشه باید یه فکری پشتش باشه. از همین رو در این 3-4 سال اخیر که واقعا فعالانه در کامیونیتی حرکت میکنم، با یک دیده، با یک ویژن، یعنی با یک هدفی حرکت میکنم و هدف من خیلی خیلی راحته و اون هستش اتحاد و همبستگی در کامیونیتی.
چون که مطمئن هستم اگر اتحاد و همبستگی به وجود بیاد همه برنده هستن. یعنی اون کسی که میخواد سیاسی بجنگه، اون که میخواد صنفی عمل بکنه، اون که میخواد فرهنگی عمل بکنه. ولی تا زمانی که این اتحاد و همبستگی وجود نداشته باشه هممون ضرر میکنیم. اتحاد و همبستگی هم این نیستش که بخوایم با هم دیگه یک فکر رو داشته باشیم. اتحاد و همبستگی روی یک موضوع به وجود میاد. تا اگر یه محیطی رو به وجود نیاریم که هممون نتونیم به طور برابر ازش بهره بگیریم، اون اتفاق نخواهد افتاد. برای همین میبینید در عملا مثلا من کنگره رو به عنوان یک نهاد خیلی مهم گرفتم. به نظر من نهاد مادر هست در کامیته ما. اون اگر شکل بگیره، اگر اون نهاد ساخته بشه، تقریبا میشه گفت نهاد گفت و شنید و همه اینا تقریبا جای خودشون رو میبازن، ولی به یک گفت و شنید بزرگتر که همون مثلا فرض کنید جلسات گفتگوی خود کنگره میاد. و برای همینم قبل از اینکه اصلا بیام تو این جلسه تمام مدت ماه و راجع به همین موضوع این جلسه فکر میکنم و وقت میذارم. اصل قضیه باز نهادها ساخته نمیشن، ما نهادها رو تفننی انجام میدیم. شما اگه وقتم به من بگی که من تمام الان نه یعنی میخوام در 2-3 بخش صحبت کنم که طولانی نشه. بله. آره من اینجا تمومش میکنم و برای همین مثلا قبل از اینکه بیام اینجا تمام افکارم به صورت مقاله در روزنامه ها چاپ دادم و یه چیزی رو میدونم که اگر کسی حرفی برای گفتن داشته باشه روزنامه ها چاپ میکنن. به صورت فیلم در میارم توی اینترنت میذارم و میبینم که بازدیدم میشه. اگر کمکاری رو کنار بذاریم، هدف مشخص بکنیم و راجبش وقت بذاریم، دلیلی نداره که نهاد موفق نشه. اگر یه نهاد خاص هم موفق نشه، در کل کامیونیتی موفق میشه. متشکرم جناب شمس.